احوال شما چطوری؟ چه خبر؟ قربونت. خوبی؟ بالاخره تونستیم. خیلی یه تایمیه که 2 هفته اینا نبودیم. یه هفته دیگه یه هفته ریکورد نداشتیم دیگه، چون یه دونه قبلش اضافه داشتیم. یه هفته از ریکورد نداشتیم و یکم یه حس عجیبی دارم الان. آخه میدونی چی بود؟ هیچ خبری نبود. خبر در حدی نبود که آلبوم سهراب بود که اصلا خبری نبود. بعد دیگه آلبوم یانگ بود که حالا می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. چند تا ترک اومد. آره بعد آلبوم حالا الان این که قراره در مورد آلبوم یانگ باشه، حالا شاید بعدی در مورد ترک‌های دیگه هم صحبت کنیم. ویلکام تو گیم روم صحبت کنیم ببینیم چی میشه. آره تو چه خبر؟ هیچی، من دیگه دیدم تو درگیر امتحانی، منم مشغول شدم به کارهای شخصی و اینا. امان است. چرا درس میخونیم واقعا؟ من نمیفهمم. نخونی داره. چی؟ آره و درگیر فیلم و نمیدونم. سریال نگاه میکردی؟ چی نگاه میکردی؟ سیورنس فصل 2 میاد میبینم. مستر بیست رو درگیر بودیم. اون آره ریالیتی شوی مستر بیست و 3 اپیزود از آمازون دیگه پخش شده، دزدی داری نگاه میکنم. من دزدی دارم. دستت ببین خیلی سعی کردم که ببینم فری تریال داره یا نه. آها باز دزدیه اونا یه جور. بعد این اسپاتیفای. آره همه اینا دیگه چند تا سریال میبینم. حالا فعلا سیورنس رو پیشنهاد میدم که بچه‌ها. من خیلی میگم این تایم امتحانا بود، اصلا وقتی نمی‌کردم آهنگ گوش بدم، یعنی انقدر که فشرده تو یه روز دو تا امتحان و اینا، خیلی تحت فشار بودم. خدا رو شکر تمام شد. البته هنوز پروژه‌هاش مونده. خب تمام شد. آره ببین هیچی سخت‌تر از دیدن بازی استقلال نیست. و من توی مدت اصلا هیچی سخت‌تر بازی ال کلاسیکوی نیست که ما می‌بازیم. اونم هست چون ما همیشه می‌بردیم. عادت به باخت نداریم. آره. ولی لیگ اروپا چه خبر؟ ما دومیم. اومدید. ما تو چمپیونز لیگ. بعضی 2-3 فصل لیگ اروپا خوش اومد. ولی استقلال بعدش اینه که میدونی اعصابت خورد میشه. مجبوری دوست داری ببینی. اصلا کرم دیگه. اینو کرم فلفل خوردن است. دوست دختر تاکسیکیه که میدونی ولی دوست دهنت سرویس. ولی دهنت سرویس میکنه دیگه. اصلا خیلی حس بدیه. امروز باز بازی بهتر بود. آره امروز بدون مربی بهتر بود. کاش مربی سهراب بمونه دیگه. من موافق این ایده نیستم. توی چنل دوم که فوتبالیه که وجود صحبت می‌کنیم هست. بریم کم سراغ آلبوم. بریم. رفتیم سراغ حاشیه دوباره. آره آلبوم ویلکام تو گیم رو خیلی وقت خبراش هست. من یادم آره یه مدت پیش اول یانگ سادن با این ایده اومد که طولانی ترین آلبوم رپ فارسی تاریخ رپ فارسی و اینا. خیلی روی این ایده مانور داد ولی اونقدر وایرال نکردیم موضوع آلبومشو تو کامیونیتی رپ فارسی. و خب دیگه فکر کنم رفت تو لاک خودش، اونقدر نمیدیدیمش یانگ سادنو و حالا ترک‌ها رو آماده میکرد و 33 تا ترکه که ببین تایمی اگه بخوایم حساب کنیم 1 ساعت و 37 دقیقه است. 33 تا ترک شاید تایمی کوتاهه، یعنی آلبوم بزرگ با 19 تا ترک 1 ساعت و 20 دقیقه است. هر ترک میانگین تقریبا 2.5 دقیقه است، یعنی بیشتر از اون نیست. مثلا همون با بزرگ مقایسه می‌کنیم، من چون بزرگو حفظم کامل 120 دقیقه تو میبره حیف شروع کنیم. این 1 ساعت و 37 دقیقه است با مثلا 14 تا ترک از اون بیشتر داره. ولی خب نمیشه مقایسه کرد رپ فارسی 10 سال پیش و با الان دیگه. اینم هست. اصلا مدل محتواییشون هم حتی شبیه هم نیست. حالا بماند که یه سری ترک قبلا در اومده بود و یادم نمیمونه واقعا هر چقدر ببین تیوی در اومده بود، آرزومینه در اومده بود، 23 ببین منو، گمرون اینا در اومده بود قبلا. ترکایی بود که قبلا ترک لیست رو اینجوری میکنم یه دونه دیگه بعد بکنم تمام میشه. خیلی طول میکشه چون بگم گوشش بدیم. بعد این امتحانات الان مثلا هی من قبلش دوباره 3-4 تا ترک که مرور میکردم گفتم این ترک چی بود، خدایا اون ترک چی بود. مثلا یه ذره حس سختی داشتم نسبت بهش و از ما هم باید بپذیرن دوستان که نمیتونیم به همه ترک‌ها برسیم. نه دیگه اگه قرار باشه به همه ترک‌ها برسیم 4 ساعت بعد باشیم. آره طبق معمولی که همیشه پیش میریم. هیچ کس ما خودمون هم نمیتونیم مثلا 4 ساعت حرف بزنیم واقعا خسته. تا تجهیزاتمون اجازه نمیده 4 ساعت ولی یه خوبی که اسم می‌کنم آلبوم طولانی داره اینی که ما
مثلا ترک های اسکیپبلش رو میذارین کنار، مثلا همش حرف نمیزنی بعد میمونه 10 تا ترک خوب. مثلا من در مورد فامیلی فرست حتما میخوام صحبت کنم. بفهمید. حالا در مورد اینو گفتم یادت باشه. کلی آلبوم میخوایم صحبت کنیم. من حالا نظرم بگم. یه نکته قبلش بگم آقا کردیت ها خیلی زیاده. آره میدونی چون 33 تا ترک فکر نمی‌کنم دیگه واقعا پرودوسری تو رپ مونده باشه که نیست. اما خب باید حتما از اشیکاگان و کوپ بیت کوپ دبلیو بیت خیلی سخت اسمش و آرمان میلادی و علیمن باید تشکر کنیم که خب میکس مسترینگ و اینجور داستانان و آرک دایرکتورمون که پوریاره. اینا بچه‌ای هستن که خب خیلی شناخته شدن و میکس مستر هم، ولی گست پرودوسرها دیگه همه هستن. یعنی آرمان میلادی و بیتس و خیلی زیاده. یعنی هر کسی که میشناسیم هست، یانگ لاست و دیگه میگه هر کیو که میشناسی تقریبا تو بیتا شرکت داشته و خیلی زیاده. اگه بخوایم بگیم واقعا از حوصله خودمون از نمیشم خوند. خدا رو شکر پیشنهاد می‌کنم بخونن دوستان خودشون. اصلا این من نمیدونم THRVSHY نمیدونم اصلا حرف صداداری بینش نیست. آره خیلی سخت خوندنشون. در همشون گرم THRVSHY اصلا حرف تراشیه بکنم A و V رو جاوازی کرده. منطقی و خیلی میگم سخته، ولی دم همشون گرم که توی این آلبوم بودن و آلبوم بسیار طولانیه. ترکای خوب توش خیلی زیاده. فیتای خیلی خوب داریم و گفتم باز تشکر کنم از همشون. سخته دیگه، ببخشید دیگه اسماتون زیاده. اگه یادم بمونه عکسشو میذارم. مطمئناً یادش مطمئناً. بریم در مورد کل آلبوم بخوایم صحبت کنیم. بله. ایده اسم ویلکام تو گمرون فکر کنم مناسب این آلبومه، چون حس میکنم و گمرون کاملا فضاش همین فضایی این که تو این آلبوم بود رو ما میتونیم اونجا حس کنیم. چرا؟ چون آلبوم تشکیل شده بود از چند فاز مختلف، انگار بخش‌های مختلف، چند میشد ترک‌ها رو دسته‌بندی کرد. یه سری ترک داشتیم که فاز بندری داشتن، یه سری ترک داشتیم که فاز اون ایموشنال و عاشقانه احساسی یانگ سادن داشتن، یه سری داشتیم که گنگ بودن و یه سری هم داشتیم که توشون ورس انگلیسی بود. حالا یا آرتیست انگلیسی زبان داشتیم یا خود یانگ سادن تو چند تا ترک این کار کرده بود که جالب بود. فکر میکنم این ایده ویلکام تو گمرون واقعا این 33 تا ترک یک فضای جامعی از اون شرایط رو به ما نشون میدادن. در مورد آرتیست‌های مهمان اگه بخوایم صحبت کنیم، از آرتیست‌هایی که میشناسیم خب سپر خلصه تو 3 تا ترک هست. که چرسی هست. خب چون آلبوم مشترک قبلا داشتن و کارهای زیادی هم کردن، احتمالش زیاد بود. داره چرسی هست که خب تا همون ترک گمرونه که من یادم رفته بود، تو الان گفتی که خیلی چند ماه پیش اومده. من دوست داشتم بیشتر باشه چرسی، ولی خب هیپاپولوژیست اون نبود. هیپاپولوژیست هست که کلا تیمشون به جز ویناک هست. آره سینازا هست، هیپاپولوژیست هست و هیپاپولوژیست. بعد آرون هومان ایده خوبیه. آرون و هومان و آرمان میلادی هم تیمشون تو آلبوم هستن، 3 تاشون که به جز ترک آرون من ترک هومان رو دوست داشتم. و یه سری هم فیت آرتیستایی داریم که حس میکنم یه سریاشون که انگلیسی بودن. آره مثل هیتا جیسه اصلا اسم ترک گمرون تو بامپتونه. فکر میکنم اون بامپتون اون منطقه هیتا جیسه. ایدمه ها گمرون تو دوست ندارم این مجید سالاری شنیدت. نمیدونم حالا شاید هم هیتا جیسه اصلا اگه کسی ندیده بعید میدونم یادش بمونه، ولی یه ویدیو نمیذاره مطمئنم. آلبوم چرسی برید بزنید هست اونجا. آقا در مورد بخش ترک لیوا رو صحبت کردن و پیشنهاد نمیکنم برید اونجا. رضا اودین هست که دو تا ترک از بچهای گمرونه، قبلا تو سایفرایی که داشتن بوده. 2 تا ترک وستی رو داشتیم که من از صداش خیلی خوشم اومد، خیلی توانمند بود. بله. ایجی و بیگ خال رو توی ترک داشتیم. خاور رو داشتیم. خاورم داشتیم؟ بله. کیمیات فیت خاور. آره خاورم جزو بچهای گمرونه، باز قبلا تو سایفراشون بوده. و بیگ زد خارجی بود، هیتا جیسه خارجی بود.
همینا بود دیگه. لای هم تو ترک پرژ خارجی بود. آره دیگه همینا بود. نیگزد رو هم داشتیم. این کلا ببین در مورد فیچرها بخوایم حرف بزنیم، نظر من اینه که از نظر غنی بودن میتونست غنی‌تر باشه، یعنی میتونست تنوع بیشتری به اون رابطه هایی که یانگ سادن داره الان توی کانادا و دوستیش با سپه خلص و اینها، میتونست شاید آرتیست خیلی بیشتری رو دور هم جمع از آرتیست‌های معروف‌تر من انتظار این که یه ذره باشه. مثلا سینازا، هومان و آرون برای من تو یه دسته‌بندی قرار میگیرن، انگار زیادی بود. آره مثلا دوست داشتم ویناک باشه تو این آلبوم، توی اون شبیه هیپاپولوژیست و اینا نداشتیم آرتیستی که اونقدر یه ذره هاردکور آره نداشتیم. از آرتیست‌های جدید باز استفاده نشده، نمیدونم چرا انقدر بچه‌ها کار نمی‌کنن. آرتیستایی که تو اصطلاحاً نسل 5 میگیم بهشون، ولی حالا نسل بندی نمیخوام بکنم. تلخون و پاپا بویز و امین تی جی حالا 4 ولی اونم میتونست باشه. نمیدونم دشمنی دارن یا نه رو نمیدونم. دیگه علی گرامی و بیگشگی جاشون میشد تو این آلبوم. من با بیگشگی به نظرم خیلی شیمی باحالی در می اومد یانگ سادن. احتمالاً خیلی میتونست غنی‌تر باشه. از نظر آرتیستایی که کم تر شناخته شدن هم من دوست دارم، یعنی هم آرتیستایی که اهل گمرونن باشون کار میکنه، از اول این کارو کرده یانگ سادن، باحال جالبه. هم آرتیستای دیگه‌ای که نمیدونم حالا اهل کجا، ولی وستی مثلا واقعا واسه من جالب بود، دوستش داشتم. همین در مورد فیچرها من نظرم همین. در مورد دیده کلی نسبت به آلبوم، خب توی این کسادی بازار رپ فارسی خیلی خوبه که ناتیفا به من هم اومدی توی این کسادی بازار رپ فارسی خیلی خوبه که یه آلبوم داریم 33 تا ترک‌های خوب میشه توشه. ببین 33 تا ترک داشتن، 2 تا روی یه سکه هستیه، یعنی یه روی سکت اینه که تو کارهای بدت دیده نمیشه و فقط همه میرن سراغ اون کار خوبا و اون مثلا تبع آلبومت بالاخره تو 1-2 تا ترک میگیره. توجهی به فیتای ولی اون روی سکه چیه؟ اینی که توی آلبوم 33 تا ترک دادی ولی کلا 3 تا ترکش دیده میشه. این واقعا 2 روی سکه هست، ولی خب خیلی خوبه. یعنی مثلا توی این چند روزی که ما درگیر گوش دادنش بودیم و سعی کردیم که حالا ترک‌های مورد علاقه‌مون رو جدا کنیم و یه سری نکات یادمون بمونه و یادداشت کنیم، کلا جذاب بود برام. یعنی حتی ترک‌های بعدش هم که از نظر ما جذاب نبود، باز هم فکر می‌کنم یه قشر رو جذب می‌کنه. کاملا ببین یه تعادل خیلی خوبی بین این موضوع بود، ولی حرفتو قبول دارم که میتونستیم فیت‌های خیلی خیلی بهتری ببینیم. تو 33 تا ترک 33 تا ترک آره خیلی مثلا حتی توی ببین مثلا تو آلبوم اتصالی کچی که خیلی تعداد 12 تا ترک بود فکر می‌کنم 12 که همش فیت بود و چه فیت‌های بزرگی، یعنی فیت‌های خیلی خفن و خیلی درست حسابی و اینا. حتی از آرتیست‌های جدید اون موقع استفاده کرده بود. من دقیقاً یادم مثلا ترک رول رنگی اینا همش اونجوری بود و میشد اونجوری کار کرد. یعنی مثلا تو 10 تا فیت بزرگ، 10 تا ترک تو فیت با آرتیست‌های خوب و جدید و قدیمی و اینا ببندی، بعد بری سراغ کارهای دیگه. اما اینو نداشتیم. ما مثلا فیتای تکراری داشتیم با سپه خلصه و چرسی، ولی خب کلیت کار به نظرم آلبوم خوبی بود. یعنی برای من رضایت بخش بود این آلبوم، مخصوصا تو این وضعیت. یعنی آلبوم سهراب امجی اومد که اصلا حرفی برای گفتن نداشت. از نظر من واقعا اینجوری بود آلبوم سهراب امجی هیچی برای گفتن نداشت و یک سری ملودیکا. بعد اصلا آلبوم دوتاییش با روحنیکان بود و خیلی به ضعیف بود در این بازار. به نظر ترک آلبوم Welcome to Gamron یانگ سادن خیلی خوب بود. ببین موافقم، یعنی 2 روی سکه رو میفهمم، موافقم اینکه فضا واسش هست توی رپ فارسی اینقدر خلوته، موافقم. ولی خب این مثلا یه هفته از اومدن آلبوم میگذره دیگه، توی یه هفته من خیلی ندیدم بهش پرداخته بشه، چون حس میکنم آدما رو گیج میکنه یه ذره. یعنی من الان تو ساوندکلاود ندیدم ویا چقدره، خیلی احساس میکنم خیلی میکشه اون وایبی که میتونه یا آلبوم مثلا 6-7 ترکه خیلی خوب بسازه رو. یعنی اون وایب میتونه خیلی خفن تر باشه.
اینکه طولانی ترین آلبوم تاریخ رپ فارسیه، خب یه لقب، یه صفت به نظر من خیلی ارزشمندی نیست و باید در کنار طولانی بودن کیفیت هم داشته آره باشه. و برای منی که مثلا وظیفه خودم بود که همه این ترک‌ها رو گوش بدم، همش اینجوری بود که مثلا گوشش ندم، فردا گوشش بدم. یه ذره این سختم کرده بود این طولانی بودنه، اینکه اوکی من باید 33 تا ترک رو گوش بدم، بعد اصلا ببین بعد حتی 2 بار 3 بار گوش دادنم تو گمی. حالا بجز فیچرها که مثلا تو میدونی اوکی بی اند ام با هیپوپولوژیسته، تو اون ترک‌های سولو گمی، اصلا نمیدونی کدومه، خیلی با هم فرقی ندارن اگه خیلی ریز نشی توشون. برای همین یه ذره دوست ندارم. به نظرم میشد یه ذره مثلا حتی همین 33 تا رو یه ذره منسجم‌تر، آره همین 33 تا رو 13 تا حذف کنی، 2 تا آلبوم 10 تایی بدی، مثلا میشد زیباتر میشد. ولی حالا اینم یه ایده دیگه، نمیدونیم، شاید تست، امیدوارم جواب بده. ولی در مورد کاورش می‌خواستم صحبت کنم که خیلی کاور باحالیه. آره بامزه است. کاور خیلی باحال و بانمک و جذاب و خیلی چیک و پیک و یوتیوبی هم آره خیلی باحاله. کاور رنگبندی کلاه و کفش و خیلی باحاله. من در مورد کاورم می‌خواستم صحبت کنم. کاور آرتیستمون هم آرت دایرکتورمون پوریا آره. خیلی باحال بود. دمش گرم. خیلی خیلی خفنه. خیلی خفنه. قبل از اینکه وارد آلبوم شیم چند تا ترک داشتیم، حالا حبیبی و هیش و اینا، مدل فولکلور تور بود. آره که از اسکیت که اصلا دنیای ما نبود، یه دنیای دیگه بود. دوست دارم این کارا رو. هم تو آلبوم چرسی هم در موردش حرف زدیم، خیلی داریم در مورد گمرونی حرف می‌زنیم و امیدوارم برای حسودیشون نشه. خب کار میکنن. آره اینکه دارن از این فضا استفاده میکنن برام جذابه، دوست دارم. درست دارن استفاده میکنن. حتی تو همون ترک هیچ خودشون میگن دامبولی داریم میزنیم، اون دامبولی هم درست دارن بندری میزنن و اصلا ایرادی توش نیست. و دوست دارم تو اسم ترک ها اگه دقت کنید ببینید چند تا گمرون هست. تو اینترو هست گمرون، تو بامپتون هست، خود تو به گمرون نیا هست، گمرون خودش هست. این 4 تا دیگه نیست از گمرون، اسم نیست. آره اسم نیست ولی 4 تا هست، بازم خیلی خوبه. و یه کانسپت فامیلی فرست هم اسم ترکش هست، هم توی لیریک خود یانگ سادن چند جا این اتفاق افتاده بود. میگم چرا که یانگ سادن فامیلی فرست دیگه. این از فامیلی فرست شروع کنم. دوستم از فامیلی فرست شروع کنم. فامیلی فرست اصلا ترک جذابی نبود واسم تا وقتی که تا چند دقیقه پیش با لیریکش روبرو شدم. و در مورد دوستانی صحبت می‌کنه، پسرایی صحبت می‌کنه که لنز میذارن. من نمیخوام اشاره کنم. من نمیخوام اشاره میذاره دیگه. خودتون قضاوت کنید چرا باید یه پسر با این ریشاسی لنز بذاره. دایرکت بده من جواب. لنز میذاره. من نمیدونم اون میگه، اون دوستمون میگن که کسی که حالا لنز، من نمیدونم. دوست داشتم یه آهنگ مهره ماری کسی. بریم در مورد فیتا صحبت کنیم اولا. آره بریم در مورد فیتا. یه نکته در مورد سپه خلسه بگم. از تایمی که ما گفتیم که سپه خلسه چرا انقدر مثلا رو به پایینه و اینا، ترکایی رو میده که واقعا خوشحال کننده است و دوباره میخوایم اینجا بگیم که چقدر خوبه که ترک خوب سپه خلسه ای رو داریم که واقعا آن دفایر روی آتیشه و جذاب انقدر و خوب داره کار میکنه و این خیلی خوشحال کننده است که سپه خلسه خوب و اون فرش بودنش و اینا رو داریم. 3 تا ترک واقعا جذاب داره، چه توی اون دامبولی چه توی 2 تا ترک دیگه که یکیش اصلا ملودیکاله، خیلی باحال بود، من خیلی دوستش داشتم. و بریم از فیتا شروع کنیم. حالا تو از هر جایی که شروع کنیم تو ترک لیست هم اولین فیت معروف. در مورد هیش بخوام صحبت کنم، خب من علاقمو توی بحث آلبوم زار که داشتیم صحبت می‌کردیم ات گفتم. علاقه من به موزیک فولکلور خیلی زیاده و اصلا حالا فرای استفادهش توی رپ و هیپ هاپ و اینجور بحث‌ها، من موزیک فولکلور و سازهای فولکلور رو خیلی دوست دارم
و استفاده به جا اینجا اون بیت دامبولی خاص خود جنوب که خیلی باحال بود و برای من خیلی به شخص جذاب بود، به نظرم خاص بود. حالا اینکه سپه خلسه تونسته بود روش سوار بشه یا نه، تونسته بود استفاده کنه و اینا یه بحثه، اما بیت به نظرم فوق‌العاده بود. خود یانگ سادن که خب دیگه بازی تو خونه بود براش خیلی خوب بود. سپه خلسه هم با توجه به اینکه خب از اون فضا دوره، یعنی اصلا مدلش هم شاید اون موضوع نباشه، ندیدم. آره اصلا همچین چیزایی ندیده، خیلی خوب تونسته بود رو بیت سوار شه، خیلی خوب خونده بود و هم ورسش رو دوست داشتم، هم اجراش رو، پرفورمنسش رو خیلی دوست داشتم و رضاالدین هم که داخل ترک بود و اون هم خیلی خوب بود و تونسته بود که خیلی خوب خودش رو در کنار یانگ سادن و سپه خلسه که دوتا آرتیست معروفتر هستن نسبت به ایشون، خودش رو بیاره بالا و در سطح اونا بخونه و اجرا بکنه و خیلی به نظرم ترک جذابی بود برای عروسی و پارتی و اینا. ببین طبق ترک لیست خب این پنجمین ترکه، قبلش یه حبیبی داشتیم که تو همین فضا بود. آره خب سولو بود یانگ سادن اونجا و من بیتش همین فضا بود ولی من خیلی سلیقه‌ام نبود، یعنی اونجا داشتم به ترتیب که گوش میدادم اینجوری بودم که کاش یه لیریکی که داره روی این بیت اجرا میکنی خیلی مناسب این بیت نیست. من مناسب یعنی من ترک حبیبی خیلی دوست داشتم، ببین باحاله، اصلا تو فیوریتام هست باحاله، ولی خب میگم به خاطر بیشتر موضوعاتی که توش مطرح میشد من ارتباطی نمیدیدم بینشون. حالا میگم نظر شخصی. رسیدم به این ترک، اصلا اونجا که رضاالدین گفت دامبولی و اول چون ورس یکم رضاالدین دیگه آره گفت دامبولی بزنیم و فلان و اینا، من خوشحال شدم، گفتم ایول هم خودتون دارید میگید هم این ترندی که مردم دوست دارن یه ذره رو قاطی کردید با این بندریه که خب بازم یه جذابیت، آره یه بخشی از موسیقیه که ما دوست داریم بندریه اینجوری باش برقصیم، مثلا تو هر جای ایران باشیم این آهنگ پلیش دوست داریم. حضور رضاالدین حالا چون ورسه که به نظرم ورس اگه بخوام به ترتیب نمره بدیم سومی بود تو این ترک واسه من. طبیعی هم از خب آرتیست بومی لوکال تره و نمیتونه شاید آره محلی تره و شاید نتونه پای یانگ سادن سپه خلسه بیاد و بتونه باشون اجرا کنه، ولی از اون طرف هم باید از یانگ سادن تشکر کنیم که این فرصت رو به آرتیستای محلی تر میده که اون فضا رو کنار سپه خلسه داشته باشن که اجرا کنن تو همچین ترکی که احتمالاً جزو ترک خوب ترای آلبومه و بالاخره یه فضایی دیگه شنیده شد این آرتیست. در مورد یعنی تو نظرت اینه ورسه یک باید مثلا خود یانگ میشه؟ ببین من ترجیح دادم نباشه، اصلا کوتاه‌تر میمود. 2 دقیقه است. حالا یه ذره دامبولیه دیگه، اصلا آخرش یه ذره دامبولی میذاری فقط موزیک ساونده. چند دقیقه است؟ 3 دقیقه و 27 ثانیه. خب اگه 3 دقیقه من حس میکنم ببین برا من اوکی بود آخه. ببین من دارم سر جابجایی صحبت کنم، یعنی تو نظرت اینه که مثلا سپه خلسه اول بود یا یانگ اول بود؟ اگه شاید وسط اون روال ترک اینجوری که رضاالدین میاد یه روالیو میسازه، اصلا بیت بعدش شروع میکنه خیلی دامبولی، اصلا ورسام دامبولی. آره متوجهم. ببین هم دارم میگم دم یانگ سادن گرم که این کارو میکنه، هم میگم شاید میتونست یه جور دیگه ساخت، نمیدونم شاید فقط کروس میتونست باشه، میدونی اگه میخواست این فضا رو بده، چون نبود واقعا پا به پای اینا نبود، یعنی انتظارم ازش نیست. منطقی هم از پا به پای یانگ سادن و سپه خلسه نباشه واقعا نیست. حالا فضا سازی بندری ترک عالی بود و دامبولی بندری خیلی خوبی بود، به نظر همچین ترکی لازمه، یعنی توی مارکتی که انقدر آهنگای دامبولی دارن میترکونه، دامبولیای خودمون میدونیم دیگه ضعیفه. این ترک خوب بود دیگه، جاش یه ذره اون بین اونها قرار چند پله بالاتر. تو اپیزود قبلی صحبت کردیم دیگه در مورد اپیکور و تاکداون آره که دامبولیای بسیار عجیب زیاد جالب نیستن به نظر من، ولی آدما دوست دارن دیگه، یعنی شنیده میشه. ببین آخه یانگ سادن هم یه ترکی داد که خیلی چالشی گرفتن، بازک تک تا صدا در میاد و اینا که اونم باحال بود. ببین خب اون هم یک فضاییه که ساخته میشه و اصلا باعث دیده شدن اون ترک، اون آلبوم، اون آرتیست میشه. من نمیخوام مثلا بگم که اگر با آهنگ شما چالش میگیرن یا شما میم میشید
بده. ولی خب ببین این که تو هدفت رو بذاری برای چالش آهنگ درست کنی بده. به نظر من هدفت اون باشه. تو هدفت اینه که یه کار با کیفیت تولید کنی. حالا اگر تو اون کار با کیفیت یه میمی هم ازش ساخته شد، چیزی هم ساخته شده، اب نداره. موافقم. این باز نظر ماست، یعنی احتمالاً یه آدم دیگه هستن که با این نظر میکنن. مثلا آهنگی که میم میشه میدونم تو هم اینجوری، آخه آهنگی که میم میشه یا سخت شنیدنش بیشتر چیز میشه، چالش میشه، من دیگه خیلی نمی‌تونم. مثلا دمسینگز دورشو من خیلی دوست داشتم تا وقتی که میم نشد. میم که شد دیگه اصلا جزء ترک خوبای دورشیه که دیگه برای من نمیشه گوش داد. حالا میگم من توی این آلبوم ترکی که بخوام خیلی رو ریپیت گوش بدم ندارم که بگم وای نمیتونم گوش بدم. 2 تا ترک میتونم بگم. در مورد حبیبی هم حالا تا اینجا که داریم در مورد فولکلور صحبت میکنم بگم، حبیبی برای من ترک باحالی بود. میگم به خاطر اون علاقه من ترک جذابی بود واسم. جزو 10 تای خوب این آلبوم هست. آجی 33 تا ترکه، تو 10 تا بخوای رده‌بندی کنی 100% حبیبی توش جا میشه. و بیتش جالب بود واسم، یعنی یادآور اون حبیبی چی بود؟ حبیبی آهنگ میخونه و اینا، یا آهنگ عربی فکر کنم فیت 38 و کوشا و چرسی و آرما روی یه دونه فکر کنم حبیبی کروز بود. آره کروز نیست، ویدیو داشت فیلم برداری کردن. میدونم کدومو میگی. ایران نبودن، دبی بودن. دبی نبودن فکر کنم کیش بود. نه یه قایق خوشگلی. حالا موزیک ویدیوش کلی یادم نمیاد. نه من یادم خیلی رنگی و اینا بود. جنوب بود. آره اونم اسمش حبیبی بود فکر کنم. کانسپت چیزیه دیگه، کانسپت قابل استفاده، مفهوم قابل استفاده ای. ولی من اونم دوست داشتم، یعنی نمیخوام بگم که هیچ بهترین ترک فولکلور بود، ولی تو 10 تا مگه فیوریت داری؟ ببین من خیلی دارم، تو 10 تام نیست باش. ولی حبیبی رو من دوست داشتم. ببین من مثلا خیلی از ترک‌ها رو گوش میدم تو این آلبوم، یعنی الان تو این 1 هفته دیگه دائم اینا پلی تو ماشین که داره. ولی ولی اینجوری که بگم آخ جون برم الان اینو گوش بدم ندارم. حالا در مورد هیچ من حرف آخرم بگم، خلسه خونه‌شه این ترک‌ها ما خیلی دیدیم از خلسه دیگه. چند تا چی بود؟ سادی؟ نه سادی نه. تاسمانی. چند تا از بهترین ترک‌های خلسه تو همین سبکه و اصلا جومونگو. آره مشکلی نداره تو این زمینه. به نظرم ترک باحالیه، خفن. بعد چیم ازش؟ آره رچیم برسیم به فیتای بعدی خلسه هم صحبت کنیم به نظرم. بعد ما خلسه رو کلا ببندیم ها. آره بامبد. آره. بگو. ترک جالبی بود، فضاش با هیش کاملا متفاوت بود. هیش توی یک فضای فولکلور اون مدلی بود، بامبد یه ذره ملودیکال تر در کنار باز رپ یه ذره هاردکور یانگ سادن که بیتش بیت جذابی بود، بیت چی میگن چیلی بود. ولی بین این 3 تا ترک برای من رده سومو داره. من اگه بخوام انتخاب بکنم بین کیدی و بامبد و هیش که خب اصلا مدلش یه جور دیگه است، ولی هیش رو اول میذارم، بعد کیدی رو میذارم، بعد بامبد رو میذارم. کیدی به نظرم یکی از بهترین ترک‌های آلبوم بود. کیدی خیلی ملودیکال بود، با اینکه تیون داشت رو صدا. ما اون سری هم صحبت کردیم تیون استفاده درست ازش واقعا یک هنره. اگه شما بتونید از تیون درست استفاده بکنید به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک خواننده، به عنوان یک پرفورمنس، واقعا هنریه که نمیشه ازش گذشت. تو همه جای دنیا هم همینه. توی کیدی هم ما یک تیون خیلی خوب روی صدای خلسه داشتیم، روی صدای یانگ داشتیم، دوتاشون ملودیکال، بیت فوق‌العاده بود، شبیه بیتای آرمان میلادی بود. نمیدونم من، اما نمیدونیم، یعنی تو اسپاتیفای هم نیست، توی سانکلاد هم نیست. نه حالا تو یوتیوب هم بعید میدونم وقتی تو این دوتا نیست تو اون باشه، مگه اینکه دیگه خیلی پیگیر باشی بری تو پیج پرودوسر پیداش. آره شبیه، ولی رنگ و بوی بیتای آرمان میلادی. من اسم کنم آرمان میلادی مثلا هومان و آرون رو زده. میدونی آرمان میلادی، ولی تگش تو کیدی نبود. اما میگم برای من خب بین این 3 تا ترک کیدی برام خیلی جذاب تره، ولی بامبد هم ترک بدی نبود. ولی اون سویچ بین حالت ملودیکال و حالتی که یه ذره رپ تر بود اصطلاحاً، خیلی برای من جذاب نبود. انگار گوش آدمو میزد.
ببین در مورد بامبد به نظر من بیت خیلی صرفا کارشو میکرد، یعنی خیلی خفن نبود. ترکیب دوتایشون خوبه همیشه، یعنی اینجوری نیست که دلتو بزنه. نمیدونم چرا شیمیشون خوبه ظاهرا، شاید مثلا از شیمی حتی خلسه و هیپاپولوژیست هم بهتره و خودشون هم احتمالاً این موضوع رو فهمیدن. فلوی سپر خلسه خیلی توی این ترک واسه من جالب بود، یعنی دوستش داشتم و از اون طرف یانگ سادن رو خیلی توی این ترک دوست نداشتم. برای همین بامبد، چون اون کانسپت بامبد رو هم هی داشتن تکرار میکردن اون کلمش رو، خلسه خیلی بهتر تونسته بود این کارو بکنه. و برای منم این ترک توی این ستای خلسه سومیه. کیدی برای من ترک خیلی جالب تریه. ببین چرا؟ چون کیدی سادن شروع که میکنه خیلی فلوی کچی داره، اصلا برای من اینجوریه که منو میگیره انگار و دوست دارم این ترکه رو گوش بدم، منو میبره با خودش، مثل یه قطاریه که منو میبره. ولی توی بامبد ول میکنه منو، نمیدونم چرا. میگم اون سویچی که اصلا درست خیلی نیست. درست اتفاق نیفتاد انگار. و نکته جالب‌ترش اینه که سپر خلسه هم تو کیدی همون ساختار و همون فلو رو ادامه میده، یعنی تقریبا تفاوتی تو فلوشون نیست. انگار شاید پیش هم بودن کیدی رو ساختن، ولی بامبد مثلا یه پروژه‌ای بوده که بعداً ساخته شده، چون میدونیم که چند وقتم پیش هم بودن دیگه. و باز برای من اون هیچ کیدی بامبد توی ستای خلسه رتبه بندیش قرار میگیره. خوشحال بودم که خلسه زیاد است تو این آلبوم، خوشحالم بودم که خوب هست، یعنی از سر باز نکرده و حتی از ترک‌های آلبوم دوتاییشون هم از SOS هم بهتر و میشد اون آلبوم هم بهتر جمع. کلا روند امیدوار کننده ای بود، یعنی از هیچ بیا تا بامبد و کیدی قشنگ مشخص بود که این دوتا آرتیست قصد ساخت کار خوب رو داشتن. فیتای درسته، فیت درسته، همینجوری که حالا ببندیم ببینیم چی میشه، باشه تو رو درواسی بیا فیتی ببندیم نبوده. مشخصه برای آلبوم زمان گذاشته شده، مشخصه هر دوتا آرتیست خوب بودن تو نوشتن، حالشون خوب بوده و نوشتن و حتی توی اجراش هم خیلی خوب بوده. ولی برای من کیدی جایگاه بالاتری داره. ترک بعدی میخوام در مورد کف تی صحبت کنم. یک ترک ملودیکال که برای من خیلی جذابه، یعنی حالا درسته داریم در مورد فیفتا صحبت میکنیم دیگه، تا اینجای آلبوم اومدیم گفتم یه بپرم رو این موضوع، بپریم کف تی. خیلی ترک باحالیه، ملودیکال باز هم، حالا درسته یه سری جاهاش میره حالت هاردکور رپ قرار میگیره، اما برای من ترک واقعا جذابی بود. با یکی از بهترین سینگل ترک های یانگ سادن بود تو این آلبوم که به تنهایی اجراش کرده. حالا یکی دو تا از این ترک ها میشه ازش پیدا کرد تو این آلبوم که تو بتونی دائم گوش بدی. به نظرم کفتی خیلی جذاب تر بود. میخندی؟ خب من نیست تو درتا مشخص هم هست یادت نیست. یادم نیست چیه. میخوای پلی کنم؟ ببین من بابا الان پلی کردم قبل. نه میدونم چیه، ولی چون این مثلا انتخاب کردم لایک کردم اونایی که دوست داشتم و این تو لیستم نیست. خوبه که تفاوت نظر داریم. خب ترک خوبی بود. نکنه SEX رو انتخاب کردی؟ نه میبینی که اونم نیست، ولی هست ترکای دیگه‌ای دارم دیگه. حالا بگو. تموم شد همینه. بگو دیگه. نه چیزی همینه به خدا. جالب بود برام. من ترکی بود که خیلی دوستش داشتم. حالا شاید چون بین نیمودم و تکیلا بود چند بار شنیدم و جذاب بود شاید، ولی باحال بود. نه به نظر من ترک خوبی بود. من دوست داشتم. آقا من دوست داشتم. باشه نظر من هست دیگه. ببین فیتا رو جمع کنم. بیاند ام هیپاپولوژیست. بفهمید. احتمالاً پر ویو ترین و پر استریم ترین ترک آلبومه و هیپاپولوژیست احتمالاً داغ ترین آرتیست این روزهای رپ فارسیه. حتی از خلسه، حتی از همه اینایی که تو این آلبوم هستن و از همه آدمای دیگه. دارم چیزا ویو ها رو چک می‌کنم. البته یه سری ترک‌ها قبلا آره مثلا آرزومین 2.5 میلیون. نه اونا رو مقایسه نکن. آره توی اون جدیدا 80 که توی سانکلاد هیپاپولوژیست گرفته و بعدیش میرسه به مور فیت بیگزی. چه جالب. 23.1K
ویو گرفته. چه جالب. بفهمید شما. ترک خوبیه. چرا؟ ملودی بیت داره فضای جالبی رو میسازه. یادم نیست اشکان کوگانه یا نه، ولی منطقا باید اشکان کوگان باشه. و یه فضای رمزآلود یه ذره ترسناکی واسه من میساخت ملودیش. سادن خیلی قوی بود تو این ترک، یعنی لیریکش حتی بیشتر از سروش تو ذهن من مونده. یه سری شاداوتی که به سروش میده، یه سری حرفایی که در مورد هیتراش میزنه، میگه بک ندادم، عصبانی شدن، در مورد کچل بودنشون حرف میزنه با مزه است، در مورد شمال و جنوب حرف میزنه با مزه است. باحاله، یعنی سادن لیریکش تو ذهنم خیلی بیشتر مونده و این خوشحال کننده است که سادن که صاحب آلبومه قوی تر عمل کنه. و سروش هم خب فلوی جدیدی بود، من یادم نمیاد این فلو رو جایی شنیده باشیم ازش. معمولا توی آلبومایی که میره مهمان میشه سعی میکنه بنگر تور اجرا کنه، یعنی هایپه، یه ذره شلوغ میکنه، خیلی لیریکش توجه نمیکنه و چیزی از لیریکش نمیمونه تو ذهنت. من چند تا مثلا توی آلبوم تی ام هم بود، مازندران کانفیدنس بود اسم ترک کنم، اونجا هم همچین حسی، یعنی چیزی از لیریکش تو ذهنم نمونه. آلبومای دیگه هم یادم نمیاد، مثلا توی آلبوم کوروش توی شادی رفته بود، اونجا هم باز همین فضا بود. این کارو اونجاها معمولا اینجوریه، این یک دیدی مثلا آرتیست مهمان رو میبرن توی کنسرت، معمولا اون ترک خفنش رو اجرا میکنه که سالن بتره. سروش هم وقتی میره تو آلبوم مهمون میشه همین کارو میکنه. سعی کرده بودن یه موضوعی رو حول اسم هم بی‌اند بسازن، ولی خب اونقدر برای من تو ذهنم نمونده و ترک خوبیه، یعنی باز این هم جزء ترک خوبای آلبومه، چون دوتاشون قوی هن. سادن قوی تره در کمال تعجب و جالبه. ببین B&M خب سروش واقعا سلطان فلوه، واقعا نمیشه از این نکته صرف نظر کرد که سروش توی فلوهای مختلف زدن روی بیت، حتی روی یک بیت میتونه فلوهای مختلفی بزنه و این معرکه است، این فقط مختص خود سروشه و نمیشه این رو به کسی دیگه نسبت داد. توی این ترک هم اینو میشد دید کاملا، باز هم یک فلوی جدید. اما من حس میکنم بیشتر نوع بیت که بنگر بود بیشتر سمت یانگ سادن بود. یعنی نوع بیت بیشتر یانگ سادن رو ساپورت میکرد تا سروش. انگار سروش اومده بود که یه جوری سوار اون بیت بشه و حالا به قول تو یه ذره پرشورتر اجرا بکنه، یه ذره مثلا بره بیشتر پی سر صدا کردن تا لیریک نوشتن و خیلی ترک باحالی بود. برای من هم ترک فوق‌العاده‌ای بود و اگر بخوام باز مثلا بگم برم یک ترک از اون آلبوم گوش بدم 100% B&M توی اون لیست قرار میگیره. ولی در مورد لیریک هم خب اصلا موضوع خیلی موضوعی نبود که تو بخوای بری بشینی ببینی لیریکش چی گفته. تیکه های پانچای باحالی داشت، مثلا همون دوتا کچل به قول تو، مثلا سروش داداشم تو نورفه و مثلا اینجور حرکت ها بود که دیگه خداشو نیست نورفه دیگه اف تهش بعد و اینا خوب بود. یعنی اون شادوت هایی که به قول تو به سروش داده بود خیلی جذاب بود و خیلی شیمی درستی بود دیگه. یعنی هم خوندن سرصدای مثلا اون بنگره با پر سرصداتر رو بیت یه ذره شاد و میدونی آهنگی که بیان تو کنسرت هر کدومشون بخونن خوش میگذره به افرادی که تو کنسرت هم و 100% تو لیست اجرای کنسرت دوتاشون قرار میگیره. چون کنسرت دوتایی باید نام داشته باشه. دوتایی که نه دیگه، اون تیکه هاش رو پلی بک میشه و تیکه های خود آرتیست رو میخونه. ولی خب به نظرم ترک خیلی جذابی بود دیگه. سروش هم که پادشاه سانکلاده دیگه 81 کی تقریبا. کلا الان خیلی ببین بخایم منطقی هم بررسی ویو ها کلا کم شده. اون که آره یک خیلی اون هایپ از پلتفرم گوش بدیم کم شده. دوباره خیلی تلگرامی شدن آدما و دو اینکه سروش از پلتفرم گوش بدید یه بار رو حد از وجدانش از یک پلتفرم گوش بدید. واقعا دیگه از 3 تا پلتفرم داره 4 تا حتی اپل میوزیک هم مثلا بله. حتی فکر کنم یه سری پلتفرم هم از دیزی و اینا از اونها هم میاد دیگه تو. نه من چیزی که اینجا دیدم آخه نمیذارن اونم هست که یوتیوب، اسپاتیفای، اینستاگرام، اپل میوزیک.
خب همین 4 تا بالاخره به یکشون دسترسی دارید واقعا دیگه احتمالاً. اگه این ویدیو رو می‌بینید دارید به یوتیوب حداقل دسترسی دارید. ببینید از اونجا یه بار رو ببینید. و یه نکته هم هست که سروش، حالا توی ویدیو دیگه جامع‌تر بهش میپردازیم، که خیلی متنوع‌تر مونده از بقیه آرتیست‌های هم رده. این متنوع بودنشه که باعث همچنان هات بودنش. از دور و بریاش هم حتی متنوع‌تره، از سینازا و وینا که متنوع‌تره، حتی از کارهای کاغان هم متنوع‌تره. کاغان نگاه بکنی بالاخره یه جا داره تکراری. کاغان آره یه سری دیگه اونم به خاطر زیاد بودن کاره میشه به پذیرفت ازش. همه دوست دارم با کاغان یه کار بدن. آره اونم به خاطر زیاد بودنشه. سروشو توی ویدیو دیگه ان شاءالله بهش میپردازیم کامل‌تر. بریم ترک گمرون با چرسی رو صحبت کنیم. ترک گمرون با چرسی خب یه سری مسائل شخصیشون رو گفته بودن به ما. آره. که مثلا با هم صحبت نمی‌کردن ولی هیچکس نفهمید و اینها. این خیلی جالبه. خب یعنی مشکل داشتنشون که توی رپشون تأثیری نذاشته، نیومدن همدیگه رو دیس کنن و اینو کاملا درون خانوادگی نگه داشتن، در صورتی که شاید اگه دیس و دیسپک میدادن دوتاشون هم ویو خیلی زیادی میگرفتن و چون دوتاشون هم رپرهای پرقدرتی هن، هم یانگ سادن هم چرسی، میتونن خیلی خوب دیس کنن، میتونن خیلی خوب بنویسن، قلم تیزی دارن توی دیس کردن. ترکاشون میبینیم با ترکایی که با هم میدن معمولا چیزه گنگ خیلی خفنه. آره خیلی زیاد، با اینکه توانایی دوتاشون تو جای دیگه هم هست ولی فقط این دو دارن انتخاب میکنن. آره. شاید به این توافق رسیدن که اوکی حالا که دیس داریم بیا رو تو یه ترک با هم یه گنگ کار کنن، ولی اینکه درون خانوادگی نگه داشتنش و اجازه ندادن جایی منتشر بشه و چقدر خوب که درز نکرده. ببین چی میگم، یعنی مثلا توسط اطرافیان اینا هم درس پیدا نکرده. حاجی ترکای دورچی از هر 4 تا 3 تاش لیک میشه. ببین یه اتفاقی که تو شمال نبوده و اسم کنم تو جنوب بوده و این باعث فرق این تا شده اینی که حالا فارغ از اینکه استان اونا جدا همونو می‌خواستم بگم. یه چیز بهت بگم، 2 تا جای جدا فارغ از اون ارتباط یعنی هودی انگار بین این دو نفر نبوده خیلی. یعنی ولی حس می‌کنم تو جنوب ما از اول که هر دوتا این آرتیست رو دنبال می‌کنیم، هم تو سایفراشون، هم تو آلبوماشون، هم تو ترکاشون خیلی آدمای زیادی دورشون بودن. یعنی آرتیست‌های مختلف محلی، همونطور که اینجا هم گفتیم تو چند تا ترک بودن، همونطور که توی آلبومای چرسی هم چند بار این اتفاق افتاده. این هودی که توی بندر عباس هست فکر می‌کنم خیلی نزدیک به هم تره و شاید این آدما به خاطر اون فضای گرم گنگ خیلی درسته و خوبه. هیپ هاپ فکر کنم فرهنگش اونجا خیلی درسته. آره. خیلی جدی‌تره و فکر می‌کنم این باعثه، یعنی این اتفاقه به خاطر اون جامعه نیفتاده. جالبه، دوست دارم. آره منم ترک جالبی بود واسم، این که بعد از این که با هم اوکی شدن اومدن مطرحش کردن، اول اینکه نشون از اون بلوغ فکری به عنوان 2 تا دوست اصلا به عنوان 2 تا آرتیست بررسی شدن. خودم خودشون رو دوست ندارم خیلی. چرا آخه خب 100% نمیدونم، ولی به عنوان 2 تا دوست خیلی بلوغ فکری درستی بوده و اطرافیانش هم به قول تو شاید اون گنگه، شاید اون آره اون، ولی خب این که درز نکرده مشخصه که یه همبستگی وجود داشته. یعنی اگر همبستگی وجود نشه 100% یه جا صداش در میومده. جامعه کوچیک‌تره، هم نزدیک‌ترن آدم‌ها. آره ولی شمال خب اینجوری نبود دیگه. آخه تو دیسپک شمال هم خیلی خوش گذشت. هر دو تاش خوش میگذره، یعنی اونجا خوش گذشت، اینجا که چیزی نشد خوش. اونجا خیلی بیشتر خوش میگذره. ببین در مورد حالا ترک‌های خوب میشنویم از 2 تاشون که فیت میدن، ولی اونور خیلی بیشتر خوش خب اون هم به فرهنگ هیپ هاپ نزدیک‌تره. اینو ما اون خود هیپ هاپ بکنم. آره اون نزدیک‌تره، ولی خب اینم هست که حیف بود که این دو تا هم بخوام با هم دیس بدن. آره. در مورد فیت‌ها داریم صحبت می‌کنیم. یانگ سادن من الان یه فیتیش تو ذهنم اومد با فیتیش که آره. تو آلبوم پ پوری توی ترک بود اسم لوکو فکر کنم. سلام علیکم کدوم بود؟ لوکو. میدونم سلام علیکم هم یه فیتی بود. فیت هیپاپولوژیست و پوری بود. اون نورسریل بود. نه سلام علیکم هم سلام علیکم هم یه فیتی هست. اون آلبوم نیست. فکر کنم لوکو بود ولی فیتش. شما بفهمید. می‌خواستم اینو بگم که یانگ سادن در ترکایی که توشون با یه کس دیگه‌ای داره کار میکنه خیلی به نظرم کامل تره. خیلی حس میکنم به یک آرتیستی که کنارش کار کنه نیاز داره،
چون من معمولا ترکایی که ازش یادمه فیت بوده با یه کسی دیگه، با خلسه بوده، با چرسی بوده، با خیلی آرتیستای متنوع، با حتی سرطان که به مشکل خوردن. چند تا ترک خیلی خوب دارم با هم و من نظرم ترکایی که با یه کسی داره فیت میده خیلی باحال. یانگ سادن بالنسیاگا بود. آفرین. لوکو سولو. آره بالنسیاگا اونم ترک خیلی خوبیه، جزو ترک خوبای اون و به نظرم کنار هر آرتیستی قرار گرفته خوب عمل کرده، ولی چند تا ترک سینگل و سولو ازش یادمون هست. این جالبه، این نکته‌ایه که میشه بهش فکر کرد. در مورد بیانده من این صحبتی نداری بریم ترک؟ نه من صحبتی ندارم. در مورد داشتم دنبال اون ساملیکومه میگشتم که چیزی پیدا شدم و پلتفرماشون پاک شده. نه یادمه، منم یادم افتاد چی. منم یادمه یه ترک قبل از آلبوم همچین اسمی بود، ولی فکر میکنم شاید هم از پلتفرماشون پاک شد. من چیزی پیدا نکردم. بریم سراغ ترک بعدی، تکیلا فیت هومان. ترک خیلی خوبی بود. یعنی ببین من این رو نمیفهمم که چرا ما باید یک سری صحبت‌های سکشوال بشنویم توش. واقعا عجیبه واسم. از ببین اینه، خب این ترکه بعد مثلا میره اسمیکسه میشه اصلا با آرون. بعد با تو میتونی خیلی آهنگای خفن تری با آرون، نمیدونم آرون سابقه شو داره ولی آره یادم توی آلبوم خودش. نمیدونم چرا باید بریم سمت این مدل صحبت ها اصلا. خب تو چرا این داستان رو تعریف میکنی؟ اولا اینکه میدونیم یانگ سادن توی یک رابطه طولانی مدت هست که اصلا پابلیک سابقه چیزام داره. موزیک ویدیو. آره. اون موزیک ویدیو بود، شخصی که نبود، موزیک ویدیو بود. ببین من میخوام بگم تو وقتی توی رابطه اینجوری هستی چرا داری در مورد اینکه اوکی مثلا پارتنرم دوستش هم آورد مثلا ستایی ولی ترسید، این صحبت رو نمیفهمم. یا واقعی نیست که واقعی نیست احتمالاً، نمیدونم، یا ربطی نداره. مثل اتفاقاتی که کوروش منتوز توی سری ترکاش میگه که واقعی نیست احتمالاً. یا اگر واقعیه که حالا من اب نداره صحبت کنید. اگه واقعی نیست ولی صحبت نکنید. نمیشه گفت. آخه دلیلی بر این که حتما اگه واقعیه حتما بنویسید نیست. موقع مثلا میگن میکشمت یعنی واقعا یا گلاک میکشه میکشه. یه سبکی از موسیقیه که میفهمم هست تو جهان میشنویم، خب برای من به شخص جذاب به فرهنگ ما نمیخوره خیلی چون نشنیدیم، گوشمون عادت نداره بهش خیلی، تابو شکنی طوره دیگه. حالا میگم تو این ترک خیلی اتفاقا بریم در مورد این حرف بزنیم، بعد من میخوام بریم موضوع توی اون بعدیه بپرسیم. من در مورد بعدی نمیخوام صحبت. حالا من یه ذره میخوام صحبت کنم. هومان ببین این ترک خب اون قسمت‌های ملودیکال فوق‌العاده هومان مثل همیشه. هومان خیلی ولی یه ذره تکراریه ولی هومان خوبه. یعنی هومان خوبه. و من خیلی دوست داشتم این ترک رو و اینکه اون کانسپت مفهومی که ساخته شده از بحث تکیلا و کرم و اون کرمی که مثلا توی زندگی هست و اینها خیلی خوبه. یعنی خیلی قشنگ اومدن یک مفهومی رو ساختن، یک ساختاری رو به وجود آوردن و طبق صحبت‌هایی که توی آلبوم‌های قبلی کردیم خیلی خوبه که دوتا آرتیست تونستن اینو دنبال کنن. ببین دنبال کردنش، اینکه اون ساختاره رو درست رعایت کردن، اینکه شعری که نوشتن دوتاشون داره توی یک لاین حرکت میکنه و خیلی خوب به اون هدفی که میخوان میرسه، خودش واقعا جذاب و واقعا ستودنی این موضوع که انقدر خوب دوتا آرتیست تونستن جلو ببرن. من موافقم. ترک خوبه، عالی نیست، نمیتونم بگم عالیه، ولی همین که ساختار حفظ شده، همین که هر دوتاشون سعی کردن خوب خودشون باشن و اینا برای من جالبه. میگم یه سری مفاهیمی توش صحبت میشه که جالب نیست ولی اونا یکم به قول دوستای غربی اون ترنافه. آره نمیشه. من اینجوری میشه که نمیتونم گوشت بدم. الان یه ترک هم داشتیم گوش میدادیم که وسطش یه دونه گفت بعد ما دوتا یه فوشی داد. آره یه فوشی داد بعدش خیلی خوب بود. یعنی اگه اونو مثلا از ترک در بیاری بقیه ترک خیلی خوب بود. اون برای من شاید اینجوری، این نظر شخصی منه، شاید بقیه حال کنه. میگم کاملا نظر شخصیه. حالا من نظرمو در مورد تکیلا گفتم، در مورد فیت با آرون هم یه صحبتی کنم. ببین باز متوجه این هستم که تو یه سری صحبت‌ها و یه سری مفاهیمو
گذری در موردش صحبت کنی. خب بله. ولی دیگه این که یک ترک ما داشته باشیم به این اسم و محتوایی که من حس می‌کنم با 2 تا فیلتر شکن باید گوشش بدیم. یعنی ببین من اینجوری بودم که اوکی یه بچه 13 ساله اگه اینو بشنوه چی؟ نه دیگه ادویسوریو زده. خب زده که زده، ما که میدونیم میشنوه. ادویسوریو زده و ادویسوری ببین نمیخواد قبول کنه ادویسوریو زده. ما اونو میزنیم واسه یه فوش، یه جا هست ما داریم واقعا یک محتوای جنسی ارائه میدیم. این یه ذره ببین نمیتونیم واقعا داشت شرح میداد تو این ترک هر دو آرتیست اتفاقاتی که میفته. اگه زیر 18 سالی نشنیدید لطفا نه گوش ندید واقعا. ببین خوب نیست، جدی میگم. یعنی مواجه شدن با همچین آهنگی من خودمو دارم میذارم جای مثلا نوجوان، جالب نیست. مخصوصا میگم اینقدر دیگه مستقیم و واضح و شفاف و همه جزئیات رو در موردش حرف بزنیم و اینا. میگم ما قبلا اینا رو توی سایت‌های دیگه میخوندیم. الان چرا میخوندید چون حالا وارد اونجا نمیشه. آره میدونم. و بریم سوال نیمودم با سینازا. به دوستم جدا نیمودم. نه نیمودم خیلی جذاب نگفتی. منم یه ذره طول کشید تا بفهمم کدوم ترک رو میگی، ولی نیمودم سینازا که یانگ لاستم توی بیتش بود و ببین کاملا فضای بیتش مشخص بود متفاوت. اصلا حتی یه ادویه‌ای داشت. آره به قول فرشاد یه ادویه یانگ لاستی توش داشت. هومان و آرون هم مثلا خوب دارن ملودیکال میخونن، اما بیت ترک نیمودم اصلا مدلش فرق میکرد و این مدل فرق کردن حس میکنم تأثیر یانگ لاست توی ترک بود. حسم میگه حالا با توجه به اون تایپ بیتایی که ازش شنیدیم و میدونیم که میتونه توی ترک یک وایب خاصی رو ایجاد بکنه، ترک نیمودم هم برای من بیتش خیلی جذاب بود و سینازا و یانگ سادری که به نظر من کنار هم خیلی خوب بودن. ترک وایب فضای خوب میسازه، وایب خوبی بهتون میده، حس خوبی بهتون کاملا میده. ببخشید وسط صحبتت کاملا اون حس آره این که اون لحظه ای که موده هیچی رو نداری و اینو گوش بدی خیلی خوش می‌گذره. یعنی تو فسی کاملا حال میده. در بی انرژی بودن. فسی دیگه انگلیسی نیست. بی انرژی بودن. حالا و یعنی میخوای بگی فس فارسیه؟ فس فارسیه چی؟ فس حالا از اول برو نیمودم. روسیه شاید. ببین سینازا هر چقدر تو اجرای زنده و کنسرت خوب نیست بهت میپردازم. سینازا دیدی ویدیوهاشو؟ اصلا خوب نیست. یکی دو تا دیدم. اصلا خوب نیست و هر چقدر اونجا خوب نیست اینجا باورزه است. الان خیلی کاریش ندارم، ان شاءالله سروش خودش بهش میرسه. هر چقدر اونجا خوب نیست اینجا خوبه. تو این 3 تا ترکی که با این 3 تا آرتیست شبیه به همه بهترینه. کاملا فضا رو با صدای خاصیه، میدونی تو این جنس صداهای ملودیکال صدای سینازا هم تواناییش زیاده، هم یه جاییه که کسی نیست خیلی، یعنی شبیه خلصه است ولی یه ذره نرمه. خیلی توصیفش سخته. من فکر نمی‌کردم این فیتو هیچ وقت ببینم یا بشنوم. جالب بود برام. مثلا شاید فکر می‌کردم اگه بهم میگفتن حدس بزن ویناکو میذاشتم از بلا. آره مثلا میگفتن 2 نفر از اون 3 نفر رو بذار ویناکو میذاشتم و با مزه بود. سینازا تواناییش رو داره، خیلی آرتیست توانمندیه، چه از نظر لیریکال چه از نظر ملودیکال. خیلی گرده سینازا از نظر توانایی، نه از نظر توانایی. ببین تو فوتبال این اصطلاحه که مثلا هافک گرده. من چیزی گفتم. و سینازا خیلی آرتیست گردیه، یعنی تواناییش تو همه زمینه‌ها زیاده. تو این 2 تا ترک جدیدم با هیپوپولوژیست جالبه. من چیزی نمیگم چرا میخندی. تو این 2 تا ترک دل داده و کجایی تا الان کجا بودی؟ اونجا هم گرده. همه گرده. آقا منم گردم. آقا به گردا بر نخوره. و خیلی باحاله. ترک دوست داشتنیه مثلا تو 5 تا تاپ 5 هم باشه. 5 تا بهترین ترک هم. آره.
به جز این ترک فیتای خوب آلبوم که صحبت کردیم، چون واقعا به همش نمیرسیم، در مورد چند تا از ترک‌های دیگه که مورد علاقه‌مون بود صحبت کنیم. میخوای تو اول صحبت کنی؟ ببین خب همونطور که گفتیم در مورد ترک‌هایی که خب ترک‌های بزرگتری بودن، فیت‌های بهتری داشتن، فیت‌های بزرگتری داشتن، فیت‌های بهتری نه، فیت‌های بزرگتری داشتن صحبت کردیم. ولی خب طبق گفته تو واقعا نمیرسیم بخوایم 33 تا آلبوم رو بررسی کنیم، از حوصله خودمون و مخاطبا خارجه. من 2 تا ترک میگم بعد میسپارم به تو که به نظرم جا داشت که اینجا بگیم. حالا یه کفتی رو که گفتم که برام جذاب بود. ترک بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم یه ترک سولوه، 667 چی بود گفتم 667 که ترک جالبی بود. ترک یک روند داستانی، شخصیت سازی، بیت یکم مرموزتر. بیتش خیلی شبیه بیت داستان بود واسه من، داستان هیپاپولوژیست و زیروتون وانکید زیروتون وانکید آقا در مورد اورجینالش صحبت بله آخه ما با زیروت آره بیتش اصلا کاملا ملودی صدای اونو میداد و خیلی جالب بود واسه فکر کنم مندسن زده بود. و اون هم واقعا جذاب بود، یعنی فضای بیت کاملا مجزا بود و جذاب بود. به چی داری میخندی؟ و ترک داستانی بود و شخصیت سازی درست و ترکی بود که همیشه نمیشه گوشش داد، یعنی تو نمیگی که یه بارش گوش بدم، ولی جذاب بود. یعنی مثلا فضای جدیدی رو برات میساخت توی این آلبوم. حالا موزیک دامبولی و احساسی و اینا داشتیم، این اصلا یک فضای جدیدی رو برای تو میساخت. من خط درمارش بگم، من اصلا میگم یعنی سادن یه در رونش یه بخشی داره که الگوش رضا پیشروه، خیلی جاها تو فلوها و اینا میبینیم و اینجا هم اون الگوش اون کاراکتر شغال رضا پیشروه که جدیدن. آره تو ذهن داشتم فکر میکردم به این موضوع که شغال هم جدیدن چند بار از پیشرو دیدیم که استفاده کرد ازش. این کاراکتر باحال بود دیگه، اینم فیت بود دیگه یه جوری. فیت یانگ سادن شغال نه نمیدونم شغال که اسمش نیست، ولی حالا با مزه بود، یعنی دوست دارم من ترکای اینجوری داستانی جذاب. یه دونه 1997 دکتر داره، اگه نشینید برید گوش بدید. باهولوژیست 1997 داره، خیلی قدیمیه و خیلی باحاله. و یه دونه هم داشتش که یکی در میزنه، اونم ترک داستانی بود خیلی باحال. بله ترک بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم فضاش کاملا متفاوته. اینه 667 یک ترک حالا 3 داره میاد تو چرا نمیذاری به 7 بذار 667 چرا 6 نداره این 3 آخر رمز گیم رنجر هم هست، میزنیم میریم تو روم بازی میکنیم. 660 جنرال بازی میکنیم، اگه میاید کامنت بذارید یه روم میزنیم همه با عشق. ما اینجا 6 تاییم 6 تا رو میتونیم ساپورت کنیم، 2 تا هم بیاید 3 به 3 میزنیم عشق. 667 ترک بود که داستانی بود، یک قلم هنرمندانه‌ای بود اصطلاحاً، اما نومرسی یک ترک احساسی بود که چه وستی که داخلش یک اجرا و پرفورمنس خیلی جذاب داشت. یعنی بعد از فوش به قول تو یک مراتیدنی درونش ظهور میکرد. خیلی پتانسیل صداش عجیب و غریب بود، اجرای خیلی خوبی داشت و یانگ سادن هم که اومده بود همون ساختار رو حفظ کرده بود، برده بود تو قالب رپی تر و در قالب رپیه اومده بود یک اجرای خیلی خوبی رو انجام داده بود. و چی شده؟ چیو؟ مثلا میخندید آره اومده بود یه ترک احساسی رو بسته بودن با هم که خیلی خوب بود. یعنی کاملا فضای ترک فضای احساسی، اجرای وستی خیلی باحال بود، بیت خیلی به فضای ترک میخورد و اون افتی که ملودی توی قسمت یانگ سادن هم میکرد جذاب بود و کاملا فضا رو رپی تر میکرد برای یانگ سادن. و سطح کلی به نظرم ترک خوبی بود. ببین وستی جزء فیت خوبای آلبومه، حالا به جز اون معروفا جزء فیت خوبای آلبومه که تونسته بود تو 2 تا ترک هست، تو آوترام بود اینجا باحال‌تر بود به نظرم، بامزه بود، یعنی تونسته بود کار در بیاره. تو آلبوم آرتا گفتیم پارسا که انگلیسی میخوند و اینا، اونجا یه فیت هم جدیدن دوباره دادن.
اینجا هم وستی یه چیزی شبیه اون بود فارسی، ولی متفاوت از ملودیکال های دیگه بود، با مزه بود. یه دوست دارم شرط ببندن رو اینکه خونه‌شون شهرک غربه. وستی دیگه، غرب تهران. حالا وستی اگه خونه‌شون شهرک غربه، شهرک غرب، سعادت خیلی به اون میخوره. مرزداران، پونک، حالا جنت آباد، حتی سادگی. من دوست دارم از کنم شهرک غربه، اینجوری با فردوس، من دوست دارم فکر کنم شهرک غربه. وستی دیگه، شهرک ژاندارمری، شهرک آزمایش. حالا بگو اگه دیدی وستی، ببین وستی نصف جایزه نمیدونم چی. حالا بستی وستی خونتون اگه اونجا نیست عوض کن. دو تا ترک هم من بگم. ببین ترک که من دارم ولی دیگه نمیخوام طولش بدم، حالا اگه شد بعدا باز در موردش صحبت میکنیم. یکی ترک مرد با بیگ زد یا بیگ زی. خب من اسم بیگ زی رو نشیده بودم، واقعیت نتونستم اطلاعات خاصی ازش پیدا کنم. اسپاتیفای هم هر کاری میکنم اون پیجش رو بالا نمیاره، ارور میده. و ترک باحالیه. بیگ زی فلوی جالبی داره، کاملا سواره به بیت و شروع ورس یک بیگ زیه و من بهش میگم بیگ زی، شاید هم بیگ زد، و میتونه کاملا کارو در بیاره. فیت خوبیه، از اون فیتایی نیست که دلتو بزنه. تو آلبوم آرتا چند نمونه داشتیم فیت اینجوری انگلیسی فارسی که اذیتت میکرد، اینجا نه، کاملا حس خوبی رو بهت منتقل میکنه. ملودی بیت واسم جالبه و سادن هم سواره و جا نمیمونه از بیگ زی و با اسم درگیرم داشت و باحاله، یعنی جزء ترک خوبای آلبومه. یه ترک دیگه هم که بخوام در موردش صحبت کنم اگه گمش نکنم که درایو بای کردی. آره دریل ترک خوبیه، یعنی با اینکه از اون فضای دریل فارسی دور شدیم دیگه، خیلی ترند نیست و اینا، ولی این اون حسی که بهت منتقل میکنه خیلی حس اونجوری نیست. یه ترکیبی از صداهای مختلف رو تو بیتش میشنویم و جالبه، یعنی میشه گوشش داد، جزء ترک خوباست. دریل با کیفیته، تکراریه که آره یه تلفیق با بیتای دیگه داره، مدلش فرق میکنه و اجرای خوبیه. شاید هم یه مدت طولانیه که ما گوشمون دریل نشنیده، برامون جذاب. من چون ما میشنویم، من بعضی ترکای هیپاپولوژیست پوریو میشنوم. آره گوش میدم دریل، ولی خب اون ترکای جدیدی که هی خیلی تکراری شده دیگه، باحال بود برای منم. درایو بای باحال بود. ببین این نشون میده که دریل اگه تکراری ساخته نشه میتونه باز شنیده بشه. آره دقیقاً. بارسترین نمونهش تو ذهن من بیل مهراتیدنه تو آلبوم زوزنقش که اسم آرتیست خارجی باز یادم رفت. خیلی باحاله، یعنی میشه شنیدش، میشه لذت بود. آره تکراری نسازید، خلاقیت داشته باشید، سبک خوبی هم در موردش صحبت کنم. فضای اسکیت پسرتونم بیارید فیت ریچ. می‌خواستم اینو یه جا بگم، جاش در اینجا پیدا کنم. حفظ کرده بودی؟ نه تو توییتر خود تو ایکس پوتک دیگه میدونم. خب گفتم خلاقیت دیدم، اینا یه خلاقیت دیگه. چرا خوب مثلا فیت ریچ بذارید خلاقه، تو فیت گادفادر. آقا میدیم اون هوا تو آخر خلاقیت دیگه. نه میدیم اون هوا دیگه. حالا من گوش ندادم ترک تو پوتک، امیدوارم ورس پسرت خوب باشه. فوتک دیگه. آره ترک آخرش با فیت ریچ پسرشه دیگه. منم گوش ندادم. خب دیگه من همین الان فهمیدم. میگم امیدوارم ورس پسرت خوب باشه. من گوش ندادم. من انقدر روی این آلبوم بودم نرسیدم. ورس گادفادر که خیلی خوب بود تو اون ترک پوریانه. مخصوصا اونجاش نمیخواد. ترک بعدی که حالا خواهم صحبت کنم اسکیت کاره که به اسم شهرک داره منتشر شده، یعنی اصلا ذهن منو به هم ریختی، داره منتشر میشه. منتشر شده بعد اصلا یه چیز انگلیسی بندریه که هیچیشو نمیفهمیم. تنها چیزی که مشخصه اینه که یکی از زندان زنگ زده به یانگ سادم و میگه که خوش اومدی دوباره برگشتی به گمرو و باحال بود. یک فضا سازی جالبی بود، با هیچیشو نفهمیدیم. مثل ترک زار چرسی دیگه. هیچیشو نفهمیدیم. اینجا آخه ببین اینجا من انگلیسی‌ها رو که بعد مثلا میبادم میگفتم خب این کلمه انگلیسی نیست، فارسی بندری کاملا. اتوماتیک سابتایتل یوتیوب هم نمیتونه خیلی عجیب بود.
ولی باحال بود، یعنی یک فضا سازی جالبی بود. حالا نمیدونم واقعا اون شخص داخله، من فقط اونجایی که به پلیسا فحش میداد خوب فهمیدم، همشون میگفتن کاپ کاپ فلان، اونو خوب فهمیدم، اونو خوب فهمیدم، اونجاش فهمیدم، هم نظر نیستم. به قول ابوطالب ولی خب جالب بود، یعنی حرکت خلاقانه‌ای بود و باحال بود. البته میگم مدل اینو توی هیپاپولوژیست هم دیدیم دیگه که فیت آرش سرطان خورده بود. آرش سرطان میگم شایان رگ. آره سرطان چی ذهنمو اینقدر به هم ریختی سر ریچ و اینا، اصلا ذهنم رفت یه جا دیگه، اینقدر به همش ریختی. آره شایان رگ هم خوبه دیگه. خب میگم اون بود این فیتایی که اونجاش که نمیخونن ممزه است باحاله. نظر اینا نظر من نیست. کات می‌کنی. حالا ببین من مطمئنم برای که ما زایشیم ریچ ورس داره تو اون ترک. میدونی آخه از وقتی گفتیم سینازا باباش بهتره، از وقتی برگشتیم گفتیم کاش سینازا کار بده، سینازا 4-5 کار خیلی خوب داد. بعد وقتی گفتیم سپه خلص چقدر بد شده 4-5 شد. البته تو سابقه مکس فرستاپن رو داری، این خوبه، نه اونش از اون لحاظ بده که تخریب میکنیم، بعضی با نظر خوبمون آدما رو تخریب میکنیم، ولی اسم میکنم نظر بدم میدیم آدما پیشرفت میکنن. کاری که با مکس فرستاپن کردی صحبت کنیم. حالا مکس فرستاپن راننده فرمول 1 توی ویدیو هیپاپولوژی صحبت میکنیم. من مطمئنم با این حرفی که من زدم ریچ یکی از بهترین رپرهای ریچ عرب، یکی از بهترین رپرهای دنیا خواهد شد. خیلی کیوت و موده، خیلی موده، زندگی اصلا براش مهم نیست، خیلی باحال. میتونم نقدش کنم ولی چون اینجا جاش نه ریچو نه قیافه ببین آره کیکسر رفته بود پیش پوتک از اون نظر. حالا یه سری از زندگی شخصیش یه سری چیزا دیدم خیلی جالب بود. تو یوتیوب همه رو میبینی؟ نه اینو اینجوری گذری دیدم. دوست نداشتم. بقیه رو با دقت میبینی؟ بگذاریم. جمع کنیم آقا. آلبوم خوبیه، آلبوم جالبیه، حس میکنم گولمون زده یه ذره چون ترک‌های زیاده، حس میکنیم خوبه، ترک بعد یادمون رفته. خب میگم این دو روی اون سکه هست کاملا. ببین ما الان در مورد مثلا اومدیم جمعش کنیم برای زار در مورد تک تک ترک‌ها صحبت کردیم چون تعدادش کم بود، ولی اینجا مجبور شدیم 10 تا 12 تا ترک‌ها جدا کنیم و این اون دو روی سکه هست که اول ویدیو صدام رفت. دو روی سکه هست، دو روی سکه هست که اول در موردش صحبت کردیم و جالب این سانسورچی مغزم بود، یه لحظه دوگلش ساعت فکر کرد حرف بعد میخوام که و باحال بود، به نظرم آلبوم خوبی بود. همه افرادی که توی شرکت داشتن دمشون گرم، خسته نباشن. خود یانگ زحمت واقعا زیاد کشید، خیلی زیاده. ببین اصلا اون اسمایی که توش رو میخوای بخونید یه چند دقیقه طول میکشه، بیشتر از یه سال. آره خیلی زحمت پاش بوده، خود یانگ خیلی زحمت کشیده. آقا محمود گل دمشون گرم. دم شما گرم که کنار مایید، چه توی اینستاگرام چه توی یوتیوب. حالا داریم تلاش میکنیم که توی کست باکس اینا هم بریم بالا، ولی خب یه سری مشکلات به خاطر اینکه داخل ایرانیم و ایناست که حالا سعی میکنیم اونجا هم بکشیم بالا. مرسی کنارمونید، خیلی مخلصیم.